سلام، امروز اومدیم با یه چالش 10 روزه که ما می‌خوایم 10 تا مدل توی این 10 روز به شما آموزش بدیم. اولین مدلمون یه تاپ ساده یقه درافه هستش که ما از اساس الگوی بالاتنه پنسدار استفاده می‌کنیم. پنس بالا و پنس پایین رو می‌بندیم و به قسمت جلو یعنی توی خط سینه انتقالشون میدیم. مثل این کاری که من برای شما انجام دادم. بالا و پایین رو بستم و به قسمت جلو انتقالش دادم. توی قسمت جلوی کارم از قسمت خط سینه تا خط کارور من 3 تا عوضمان کشیدم، 3 تا خط کشیدم با فاصله های 3 سانتی متری که بین هر کدومم 3 سانت فاصله ایجاد کردم. نکته‌ای که خیلی مهمه و باید رعایت کنید اینه که وقتی می‌خواید عوضماناتون رو بدین حتما کاغذی رو که می‌خواید روش بچسبونید روی خط عمود باشه با خط وسط جلوی کارتون به حالت گونیا باشه تو این نقطه به این شکل. خب بعد حالا میام روی قسمت حلقه آستین توی قسمت کارور 5 تا 6 سانتی متر میام جلو و به صورت هلال یه خط وصل میکنم به خط کف حلقه و از این نقطه عمود میکنم روی خط جلوی کادرم. بقیه قسمت های کار ما دور ریز میشه و الگوی اصلی ما در واقع این میشه. روی الگوی پشت هم از الگوی پشت رو که رسم کردیم از کف حلقه 1 سانتی متر میام پایین‌تر و اینو به خط پهلو روی کف حلقه وصل میکنم. قسمت پنس رو میتونید شما دوخت بزنید یا به صورت آزاد روی کارتون قرار بگیرید. این بستگی به این داره که شما بخواید کارتون حالت آزاد یا اندامی تر باشه. میتونید این الگو رو دیگه بعد از اینکه آماده کردید روی پارچه بندازید و برش بزنید. و نکته‌ای که برای یقه‌های درافه مهمه رعایت کنید اینه که قسمت جلوی کار شما روی اریب پارچه بیفته. تن‌نشین و تنخور بهتری رو به کارتون میده. خب امیدوارم از این آموزشمون لذت برده باشین. این کار رو توی منزل انجام بدید، برش بزنید و اگر سوال اشکالی داشتین میتونید برای ما کامنت یا دایرکت کنید. حتما جوابگوی شما هستیم. تا آموزش‌های بعدیمون در خدمتتونیم.